سلام بچه‌ها، خیلی خوش اومدیم به بازی فست فود سیمولیتور. ببینیم که امروز قراره چه اتفاقاتی بیفته. اول مغازمون رو باز کنیم، بیایم تو. یه دونه پپرونی داریم، بذار ببینم میتونم بذارم. نه پره، اینو بذاریم پایین، بعدا استفاده میکنیم. اینجا چند تا پیتزا زدم از روزای قبل. بعد هی میگه که این نوشابه رو باز کن. این کلا رو هم باز میکنیم، قیمتش رو یکم میبریم بالا تا جایی که اجازه بده. تمام، حل. 1.15 سنت ما این کوکاکولا رو میدیم. خب بیایم یه کشیر استخدام کنیم. میتونی بیای؟ نه اینم نمیخوام، چون 200 ثانیه چیزی نیست. خودم جواب میدم به مشتریان. اولین مشتریمون پیتزا پپرونی میخواد. خب اینم که پیتزا پنیر میخواد که نزدم، باید الان درستش کنم. 10 و 13 سنت. کاش این سنت ها رو نگیرم، واقعا خیلی مزخرف این سنت گرفتناشون. 5 و 47. اینم پیتزا پپرونی میخواد. پپرونی داریم به وفور فکر کنم. حالا ببینیم هر چی نداریم رو درست میکنیم. خب خمیر پیتزا، سس، بعد پنیر پیتزا رفت تو فر. بعدی چیه؟ پیتزا پپرونی داریم، اینم بپزم. یه چند تا هم بزنم پپرونی، 4 تا هم پنیر بزنم. تو هم برو. جا نیست دیگه، جا نیست. اینو بزنیم بره. اینم آماده است. پیتزای مشتری آماده است. خب اینا رو آماده کردیم، لول اپ شدیم، لول 13 شدیم. خب من میخوام بیام اینجا، به شما بعداً جواب میدم. بیام اینجا وسایل نوشابه رو بگیریم، کولا کاپ بگیریم با دیسپنسر و کولا کاپ. اگه لولمون 15 بشه باید میزها رو باز کنیم. میزهای 4 نفری هم هست، خیلی جالبه. خب اینا رو 6 و 87 سنت. دیگه پیتزا پنیر واقعا زیاد میخوان نسبت به پپرونی. ببینیم چی میخواد. اینم پیتزا پپرونی میخواد. خب امروز مشتریام خیلی خوب بود بچه‌ها، بیشتر از روزهای قبل بود. خب بیام برسم ببینیم چیا داریم چیا نداریم. همین پیتزا پنیر میخوان همه. خب پیتزا پنیر چند تا بزنم؟ خب یه نم چیز از این پپرونی ها بزنم. جا نیست. خب بیام اینجا. یه پیتزا پنیر آماده است، اینم آماده است. اینا رو بدیم دست مشتری. اینم آماده است. یه پیتزا پپرونی بعدی. بریم بیرون ببینیم. ببین چقدر مشتری میاد، ماشاءالله چقدر کارمون گرفته. خب یه مشتری دیگه. پیتزا پنیر نمیدونم چرا زیاد میخوام. معمولا اون چیزی هستش که کمتر ترجیح میدم. اینجا مردمش دوست دارن حتما. مارگاریتا فکر کنم با پیتزا پنیر متفاوت باشه، چیز پیتزا متفاوت باشه، چون مارگاریتا توش ریحون و اینا هم هست، ولی پیتزا پنیر اینا رو نداره. خب اینا هم آمادن. اینا رو تحویل مشتری بدیم. لول 14. یه پیتزای دیگه باز شده برامون، میت پیتزا. خب اینم باز میکنم. من بیام اول اینا رو بندازم، بعد اینو کجا بذاریم؟ اینجا قرار بذاریم. بعد اینو من لیوان خریدم فکر کنم. لیوانام چرا نیومده؟ هنوز سفارش ندادم. خیلی جالب بود. خب یه کمی سفارش بدیم برای مغازمون. الان میخوام یه کاری انجام بدم، یه کمی پیتزا بزنیم برای فردا. یا فردا میزنیم دیگه، هم تازه باشه. ای بابا من میخوام اینو باز کنم بزنم اینجا، باز نمیشه. حالا میت پیتزا رو به نظرتون باز کنیم. 6.64 سنت، خیلی خوبه. پولشو نداریم، باید تا فردا صبر کنم که پولش بیاد و کارامون انجامه. ببین امروز 15 تا مشتری داشتیم و سودمونم $100 بود. خیلی خوبه. روز بعدی مغازه رو باز کنیم، اینا رو بچینیم. بچین تمام. اینا بندازم. بیام اینجا، اینا آماده باشن که بریم دست مشتری. چی میخواد؟ پیتزا پپرونی. ببین همون که باز کردیم خواستم. یه پیتزا پپرونی و نوشابه.
خب یه کمی پیتزا پپرونی بزنم، 4 تا پیتزا پپرونی بزنم، 4 تا پیتزا پنیر. بذار اینو هم چیز برش بدم، اینم برش بدیم. این آماده است، زود برش رو بدم برم سر وقت مشتری. خب این پیتزا پنیر رو نوشابه میخواد. فکر کنم تیبل هامون بیشتر بشه مشتری بیشتری بیاد. یه حسی به من اینطوری میگه، اگه کشیر هامون بیشتر بشه، دیگه نمیدونم. مشتری بیشتر این پول بیشتر، اینجا رو میتونیم گنده ترش هم کنیم، بزرگتر کنیم. خب بخریم مشتریمون هم بیشتر. خب بردارین نوشابهاتون رو، من اینو هم بریزم. حالا بچه قراره میت پیتزا رو باز کنیم. خب ببینیم میت بخریم، میت یه دسته بخرم ببینم چجوریه. از اینم بردارم. قبل از هر کاری باید قیمت اون رو درستش کنم. بذار قیمتش رو درستش کنم. قیمتش رو به نظرتون چند بذاریم؟ یکم زیادترش نکنیم. 6.73 سنت. خوبه دیگه. خب یه پیتزا پنیر میخواد با یه نوشابه. و این یه دونه شفینا داشتیم که این پیتزا رو میزد، من زود پول اینا رو میگرفتم، خیلی خوب میشد. ولی فکر نکنم پولمون برسه که اون رو استخدام کنیم. 12 سنت دیگه مغزم هم کرد. خب 6.64. خب اوکیه. چی داریم؟ هیچ کدوم آماده نیست. برم میتا رو بیارم. خب اینو برداریم. میت پیتزا. یه دونه پیتزا هنوز باز نشده. خب یه دونه این، یه دونه این، یه دونه این، یه دونه این. برو. پیتزا پنیر چرا زیاد میخوان؟ ای بابا فقط پیتزا پنیر میخوان خدایی. خب باید وسایل سفارش بدیم چون هیچی نموند تو مغازمون. همیشه مشکل اینو داریم. باز لول اپ شدیم. میتونیم یه میز جدیدی اینجا آنلاک کنیم، ببینیم چطوری میشه. آره میتونیم یه میز جدید آنلاک کنیم، فقط در صورتی که ما یه کشیر جدیدی بیاریم. که کشیر جدید فکر کنم باید اون قسمت کش رجیسترشو بخریم. آره باید کانترشو بخریم. آره بچه اینم از این پارت. امیدوارم که خوشتون بیاد. با لایک و کامنتاتون از من لطفا حمایت کنید.